بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مشهورترین آشپزهای ترکی با نام بورک به تاجیکستان آمد. همه شما آگاه هستید. ولی متاسفانه میبینیم که بعضی زنهای مسلمان تاجیک خودشون به مثل عروسی تگ چادر زیبا کرده حرکت میکنن، کوشش میکنن که در بر او باشن و با او سلفی کنن. پناه به خداوند از این گونه بی‌حیایی. قسم به عظمتی الله خواهرای عزیز، این کاری که شما میکنه الله رب العالمین به غضب میاره و شیطان را فقط خوشنود میکنه. شما با این کارتون ملت تاجیک شرمنده میکنه. آبرو و ناموس زنهای با عفت و پاکدامن تاجیک شما میریزانه. از الله بترسید خواهرای عزیز. آزادی گفته آخرت خودتون برباد نتیه. با عظمتی الله قسم میخورم که نه همین آشپز بورک نه دیگر مردهای فاسق هیچ یکی از اونها وقتی که شما را در قبر میمانند عذاب الله را از شما دور کردن نمیتوانند. چرا شما این را شما درک نمیکنی؟ از الله بترسی خواهرای عزیز. نخواد تا به همین درجه شما به شرم و به حیا شده باشه که تیار باشه که در نزد یک مرد بیگانه شما خودتون زیبا کرده در نزد او راست بیسته تا با او سلفی بکنی. قسم به عظمتی الله از این گونه به حیایی دیگه نمیشوه. از بنده ها شرم نداشته، لااقل از الله شرم بداره. این کار شما الله به غضب میاره. من برای شما فقط یک حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنم. خواهرای عزیز خوب گوش اندازه. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید هر زنی که عطر زده به بیرون بروید تا اینکه بوی خوش او به مشام مردهای بیگانه برسه، پس همین زن زیناکار است میگه. پس شما اون قدری که خودتون زینت میتیه با لباسهای تن گنیم برهنه در بری او راست میسته، گویا اینکه در آغوش او در آمدگی هسته، از الله نمیترسه؟ پیامبری خدا این گونه زنان را زنان زیناکار میگه. شما از الله نمیترسید؟